سلام بچه، حالتون چطور؟ خوش اومدین یه ویدیوی جدید از چنل من. تو ویدیو قراره با هم بریم در مورد آپدیت بعدی که قراره بازی بیاد رو با هم ببینیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم لایک و سابسکرایب یادتون نیاد. Let's go. خب بچه، میخوام در موردش صحبت کنیم، در مورد آپدیت بعدی که به بازی بیاد و مورد هالووین و روزه اضافه شه. بچه، آپدیت در 22 شهریور ماه به بازی اضافه میشود. شما میتونید اون وقت آپدیت کنید. من بعضی دیدم آپدیت اومده و آپدیت همین الان اومده و آپدیت کردن، هیچ تغییراتی ایجاد نشده و نتشون فقط به هدایت. شما که همین الان آپدیت اومده آپدیت نکنید و فقط نتتون به هدای میه و هیچ تغییراتی هم ایجاد نمیشه. و بچه، از جاهای نامعتبرم آپدیت نکنید، مثلا مایکت و از این چیزا. مایکت کلا اصلا آپدیت نکنید. من دیدم یه 2-3 نفر آپدیت کردم و بند شدم. پابجی بعضی جاهای رو مثلا دیگه یه قانونه که از اونجا آپدیت کنید بند میشید، فیلتر کرده یه جایی. و شما هم اصلا به نظر من از مارکت اصلا آپدیت نکنید و از گوگل پلی خودمون آپدیت کنید. من خودم از اونجا آپدیت میکنم و اگه گوگل پلیتون باز نمیکنه، پابجی اصلا نمیاره می نویسید، باید اونو فایل دیتاش کنید. اگه بلد نیستید برید یه ویدیو دیگه که من گذاشتم چطوری پابجی یا حتی دانلودش کنیم از گوگل پلی رو ببینید. همین الان عکسش رو صفحه اومده، از اونجا دانلودش رو ببینید و یاد فایل دیتاش کنید. از اونجا مگه خواستید دانلود کنید و دیتاش هم از اونجا بکنید. تا بچه، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه.